سلام دوستان عزیز، امیدوار هستم که صحتمند باشین، تندرست باشین و لباس عافیت به تن داشته باشین. امروز آمدیم به دفتر مرکزی حزب عدالت ملی افغانستان که در 28 آگوست 2025 تأسیس شد. حالا در کنار معاون این حزب قرار داریم، آقای فیض محمد عثمانی. درباره ترکمن هایی که در افغانستان زندگی میکنن و وطن اصلی اونها افغانستان هست بر ما معلومات میتن که ترکمن ها چی کسانی هستن، از خودشان میشنویم. تشکر شیما جان. اول خوش آمدی به دفتر حزب. میخوایم با یک مقوله از سانتزو، نویسنده The Art of War، هنر جنگ، شروع کنم تا غلط فهمی به بیننده ایجاد نشه. او میگه که از ترکیب 5 رنگ اصلی رنگ‌های مقبول مختلف به وجود می آید و چینایی ها هم 5 تار موسیقی داره. موسیقی کلاسیکش از ترکیب او یک آهنگ بسیار مقبول به وجود می آید. افغانستان در کنار اقوام مختلف 5 قوم عمده زندگی میکنند که نقش برجسته و برازنده تر دارند در افغانستان. اما یک تعداد حتی از نخبه ها و سیاسیون هم معمولا در وقت یاد کردن اقوام افغانستان نام قوم ترکمن نمیگیرن، زیادتر تو تحت شعاع قوم ازبک قرار میگیره و تو فکرم میشه که شاید اینا یک قوم باشن. خب به حساب نژادی هر دو ترک نژاد هستن، اما قوم ازبک جدا یاد میشه. در قانون اساسی هم جایگاهش جداست، در سرود ملی هم به عنوان یک قوم جدا ذکر شده و مرکزیت ترکمن ها فعلا در ترکمنستان از ازبک ها در ازبکستان و در افغانستان در کشورهای مختلف تا به سوریه و عراق و دیجا ترکمن ها زندگی میکنن. خب به هر حال در افغانستان به عنوان یک قوم مستقل پنجم و حزب عدالت ملی هم توسط نخبه های ترکمن تأسیس شده و داعیه حزب هم احقاق حق ترکمن ها در راستاهای مختلف است. بله، شما گفتین که این حزب از طرف ترکمنای افغانستان تأسیس شده، درست است؟ آیا در این حزب میتونه از اقوام دیگر هم مثلا عضو شوه، عضویت حاصل بکنه و اینجا فعالیت داشته باشه؟ بدون شک. خب حزب، خاصیت حزب اینمیست که اقوام مختلف در اونجا باید باشن، میتونن باشن. خب مبتکرین این حزب و بنیانگذارانشان اغلب ترکمن بودن، ولی از اقوام دیگه هم دم بدو تأسیسش نخبه های بسیار زیاد خوشبختانه عضویتشان اعلان کردن، عضویت افتخاری گرفتن و حتی هستن عملا هم با ما همکار و از نامش هم معلوم است که ملی است. همه اقوام افغانستان بخیر در اینجا فعال می باشن و این حزب هم درست است که در محور فعالیتش قوم ترکمن قرار داره، ولی بدون شک به خاطر کل افغانستان و به خاطر تمام مردم افغانستان فعالیت خواهد کرد. فعلا در کنار یکی از سناتورای دوره جمهوریت افغانستان قرار داریم، آقای محمد انور باشلق. از ایشان میپرسیم درباره تحصیل و تعلیم زنا و حقوق اینا، چون که قراره که همگی ما خبر داریم، آگاهی داریم در افغانستان مدت بیشتر از 4 سال شد برای زنا و دختر خانما تحصیل، تعلیم، کار کردن منع است و ببینیم که حزب عدالت ملی افغانستان در این مورد چه نظریاتی دارند و در این راستا چه فعالیت‌هایی قرار است ایفا بکنند. بسم الله الرحمن الرحیم. بله، با گفته شما اساسنامه حزب، مرامنامه حزب و تصویب رسید از طرف همه اعضای حزب
در او اساسنامه اساساً حق و حقوق خانما در اولویت قرار داره، چون اکثریت جامعه بخصوص 50% جامعه افغانستان خانماست و سیاست حزب عدالت ملی اسلامی افغانستان دفاع از حقوق خانما و سیاست تعامل با تمام گروه هایی که در افغانستان ذی دخل هستند و سیاست حزب ما سیاست صلح و مراعات و اطاعت حقوق بشر بخصوص حقوق خانما شرط اساسی حزب ماست. بسیار تشکر از شما. و حزب عدالت ملی افغانستان در این راستا چه فعالیت هایی میخواد انجام بده یا چه فعالیت هایی در پلان دارن که در این راستا مثلا ارائه بکنن؟ ما در رسانه ها از آدرس حزب سخنگویان حزب همیشه تاکید از نبود یا در همراه با دولت فعلی که در افغانستان حاکمیت داشته تقاضای ما از طریق رسانه ها می بوده که باید حقوق و اساسی خانما مراعات شود و ما من حیث یک قوم یا یک حزب در همه عرصه مردم افغانستان با صلح و ثبات و تعامل دعوت کردیم که در افغانستان یک حکومت همه شمول شود، حق حقوق همه مردم افغانستان، خانما، جوانا، شخصیت ها در اینجا مراعات شود و همه به یک حکومت همه شمول اشتراک داشته باشند. در این زمینه ما فعالیت های خود دوام میتیم و دوام خواهیم داد. بسیار تشکر از شما سناتور صاحب که در پروگرام ما یعنی اشتراک کردین و به ما درباره پلان های این حزب در راستای تعلیم و تحصیل زنان و همچنان تعلیم و تحصیل جوانا حرف زدین. بسیار زیاد تشکر میکنم. تشکر از شما. قسمی که در آغازین برنامه بر شما معلومات دادم، این حزب یعنی حزب عدالت ملی افغانستان 28 آگوست 2025 یعنی جدیداً تأسیس شد. حالا میخوایم از محترم وکیل صاحب نظری ترکمن، یکی از معاونین این حزب، درباره تأسیس، پلان‌ها و اهداف و همچنان فعالیت‌های این حزب سوالی داشته باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قسمی که قبل از همه تشریف آوری شما را به دفتر حزب عدالت ملی خوش آمدید میگم. سلامت باشید. تشکر که بر ما فرصت دادین که به بینندگایتان هم سلام و احترامات تقدیم می‌دارم. قسمی که شما گفتین حزب ما حزب جدید تأسیس است. تقریبا 1 سال به این طرف مشوره ها و جلسات متعددی هم حضوری هم آنلاین صورت گرفت در بین یک تعداد همفکر و هموطنای ما. بالاخره فیصله شد که حزبی باید ایجاد شود که به خاطر انسجام دوستا و همفکرا و همشهریای ما بالاخره در تاریخ 28 اگست در یک از هتل‌های استانبول که اکثریت سیاسیون و اکثریت مهاجرین در استانبول و ترکیه حضور داشتند حزب ایجاد گردید. هدف حزب انسجام بخشیدن سیاسیون افغانستان است به خاطر آینده افغانستان، چون امروز افغانستان در یک بحران است، بحران سیاسی است. این جمعی که جمع شدن اینها با هماهنگی بر احزاب سایر که در اینجا فعالیت دارند و در دیگر کشورها به خاطر آوردن یک حکومت همه شمول و وسیع البنیاد فعالیت‌های خود ادامه میدن. یعنی در حال حاضر پلان هایی که تحت تصمیم گیری هستند مثلا کدام بخش ها است اینجا، در چه عرصه های فعالیت دارند دوستا؟ در قدم اول انسجام خودی حزب است که حزب چون نو تشکیل است جذب جوانا برای حزب است و فعالیت سیاسی که در قسمت افغانستان امروز میبینیم که در 4 اطراف دنیا به ارتباط افغانستان
سیمینارها و کنفرانس‌ها و نشست‌ها که میشه حزب فعالانه اشتراک میکنه. امروز حزب در مدت کوتاه در 3-4 ماه یک حزب مطرح در بین افغانا خیلی مطرح شد که توقع به این حد نمی رفت. شکر الحمد خدماتی که در آینده ایران می‌داریم در قسمت رفع مشکلات مهاجرین، ایجاد رفع مشکلات محصلین و در آینده که پروسه شد افغانستان اگر رفتیم یک سیاست سالم به مردم ارائه کنیم. در افغانستان اکثر مردم تاجک، پشتون، هزاره ترکمن‌ها را جزئی از قوم ازبک می‌دانند. تفاوت بین قوم ازبک و ترکمن در چیست؟ متاسفانه یک جبر زمان و جبر تاریخ باید بگوییم که در طول تاریخ در افغانستان ترکمن و ازبک دو قوم با هم برادر و با هم برابر هستند. متاسفانه سیاست هایی که در افغانستان حکومت قبلی که تحمیل کرده که ترکمن جز قوم ازبک دانستند. ازبک یک قوم جداگانه است، ترکمن یک قوم جداگانه است. منتها گفتم که برادری و برابری بله در مد نظر گرفته شود. ترکمن یک قوم عظیمی است، قوم پرنفوذی است، قوم خدمتکار به کشور، از ولسوالی دشترچی که در قندوز موقعیت دارد تا مارچاق و تورغوندی، از این مسیر تا بادغیس و هلمند و کابل تا باغلان ترکمنان حضور خود دارند. بله دوستان عزیز، پروگرام امروزی ما از دفتر مرکزی حزب عدالت ملی افغانستان بود که توسط ترکمنای افغانستان تأسیس شده. البته در تأسیس و ایجاد این حزب از اقوام قبایل دیگر نیز داخل بوده، با فکر و مشورت هم این حزب را ایجاد کردند. امیدوار هستیم که حزب عدالت ملی افغانستان در عرصه‌هایی که می‌خواهد فعالیت داشته باشند پیروز و کامگار باشند.